پاچه هر تیکش خاصیت خاص خودشو داره، اما حواست باشه هر کدومشون یه نکته منفی هم داره. کله سرشار از کلاژنه که برای پوست و مفاصل عالیه. مغز داخلش هم باعث تقویت حافظه و انرژی مغزی میشه. اما نکته منفیش اینه که کالری بالایی داره و چربی زیاده. پس اگه زیاد بخوری ممکنه برای قلبت خطرناک باشه. پاچه ها کلاژن و ژلاتین دارن که برای مفاصل و استخوان عالیه. باعث تقویت ناخن و مو هم میشن. نکته منفیش اینه که پر از چربی اشباع شده است. ممکنه اگه زیاد روی کنی فشار خونت رو بالا ببره. زبون پروتئینش بالاست و آهن و ویتامین B12 داره. برای انرژی و تقویت خون عالیه. نکته منفیش اینه که چربی نسبتاً بالایی داره و برای بعضیا هضمش سخته. مغز پر از امگا 3 و مواد مغذی برای مغز و چشم ویتامین آ و پروتئین داره. نکته منفیش اینه که کالریش خیلی بالاست. اگه مشکل کلسترول داری بهتره کم بخوری. گوشت و پوست اضافه پروتئین و چربی سالم برای انرژی و گرما دارن. نکته منفیش اینه که ممکنه سنگین باشه برای معده و هضمش طول بکشه. پس نتیجه میگیریم کله پاچه غذای فوق‌العاده‌ای برای پوست و مفاصل و انرژی و صبحگاهی، اما اگه زیاده روی کنی ممکنه یه روز بعد واسه قلب بدنت بسازه. پس با اعتدال بخور و لذتش. نظر خودت رو برام بنویس. کدوم بخش کله پاچه رو بیشتر از همه دوست داری؟